داستان چیه تو انگلیس؟ ما هر کفشی میخریم نهایتا 6 ماه بیشتر تو پامون کار نمیکنه. مگه نمیگن اینجا جنسا اصله؟ خب چرا من هرچی میگیرم نهایتا 1 سال بیشتر برام کار نمیکنه؟ کفش خریدم نایک از خود وبسایتش، بعد یه چند ماه کفش از وسط قاچ خورده. هر کفشی میخرم بعد یه مدت سوراخ میشه، نابود میشه، خراب میشه. من نمیدونم چه متریالی این استفاده میکنن. مشکل از متریال اوناست و مثلا مشکل از آب و هوای اینجاست. اکثرا میگن به خاطر آب و هوای بد انگلیسه که همه چیز انقدر خراب میشه. آدیداس و اسکیچرزش هم همینه. شما هر برندی که بگی و من تست کردم. آدیداس اولترا بوست کیفیت عالی گرفتم، جلوش سوراخ شده. مگه داریم؟